يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. دوستان عزیز چند روز پیش تماشا کرده باشین جناب در ماه شریف رمضان چه سخن‌هایی زد. حجاب بسر میکنم پیش از همه این بی سوادی بی معرفتی است. سوادی کافی ندارن و هم گورا گشتگان. سخن‌ها همه سرتابه آیات قرآن و حدیث بود. میگوید تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. بهترین سخن‌ها زد و باز گفت چرا بیگانه پرستی کنیم؟ با عفتی زن بانوی تاجیک یک به سطر حجاب نمی شود. گپ در ایمان و اعتقاد و اخلاص است، گپ در باطن است. بهترین سخن‌ها زد. یا نادرست گفتم بابا؟ همش درست داریم ما پادشاه داریم الحمدلله. چه قدر خراب هستی؟ وقت پاور. یا دیت میکنی؟ نه نمیدونم. بهترین سخن‌ها زد. ما پادشاه داریم الحمدلله. بر علیه السلام امر کرد است که ما یک جا شویم و وطن را آباد کنیم و از زید برآمدن بر سردار و بر تظاهرات کردن ما مردم تاجیکستان باید شکرانه کنیم در گرد سردار منجم شده وطن را آباد کرده و همیشه سربلند باشیم و خواهش میکنم از مردم زیبای تاجیکستان که شما تمام دخترها را فهمانید، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بی سوادی بی معرفتی است. سوادی کافی ندارن و هم گورا گشتگان حتی از زمان زندگی خودشان را نمیدونن چیکار میکنن. اگر لباس ملی هر ملت تاریخ و تمدن و فرهنگ اجدادی را تجسم نماید، پس چرا زنان و جوان دختران تاجیک با پوشیدن لباس غیر و یا حجاب و سطر سیاه رو آورده‌اند؟ زلفیه رحیمزاده موضوع را پیگیری نموده است. چرا بیگانه پرستی کنیم؟ با عفتی زن بانوی تاجیک یک به سطر حجاب نمی شود. گپ در ایمان و اعتقاد و اخلاص است، گپ در باطن است. مرا دو نفر کشاله کرده و پدبال بودم همچو خر بریم. ما که پاچه هم از کار موندد مرا لرزه هم گرفت راستی شخلی گفتم 15 سوتکتر محکم میکنیم توی خواهیم تلفن ما دستم زده گرفتم. من گفتم با کدام اساس در کجای قوم نامدگی که شما با زن خلی رفتار کنید؟ تا بکی بزنجیرم ای خدای مظلومان، تا بکی بزنجیرم ای خدای مظلومان. مؤمنین به پاخیزید این ندای قرآن است. من گفتم با کدام اساس در کجای قوم نامدگی که شما با زن خلی رفتار کنید؟ که گفتم تو زن نیستی، تو خدا زده ای، تو یک مادری. گرفتم اگه هیچ بلا نزده ای را دروغه کرده سیست پیکتاکل کرده ستی. گرفتم مرا بردم با پدوال. ادعای این زن از بازداشت و بازپرسی برای سطر در حال است که کارمندان امور داخلی ناحیه سینای دوی پایتخت در صحبت با رادیو آزادی تحقیر و دشنام شدن او و عموما ساکنان را از سوی کارمندان این نهاد رد کرد. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. زیاد باعث تأسف است که این روزها در جامعه اکثر زنان و جوان دختران تاجیک در انتخاب و پوشیدن لباس گمراه شده فرهنگ لباس پوشی اجدادی را فراموش ساختند. برخورد فرهنگ و تمدن‌ها و آمیزش آن منفعت گروه‌هایی است که به خاطر از بین بردن فرهنگ یک ملت بزرگ ثبات جامعه و ایجاد تهدید و خطرهاست. اما زنان و بانوان تاجیک یا اینکه قدرت فهمیش چنین نازکی‌ها را ندارند
و یا اینکه پایبند خرافات گشتند، زیرا نگاه داشتن عفت و پاکی و مسلمان بودن تنها در پوشیدن حجاب و با لباس سیاه پیچانیدن سر و گردن نیست. اکثریت آنها سطر برای دقت جلب کنی مردم میپوشند. همه ما مسلمان هستیم، مسلمانی در دل است. شمی ایمان ما، شمی دین ما، شمی الله در دل ما فرزان است. نه در مثال سطر که ما حجابی که به زمین یک قدم میپوشیم یا اینکه رنگ سیاهی که ما میپوشیم. با فرهنگ بیگانه رو آوردن بعضی از زنان و دختران تاجیک در حال است که رفتار و کردار آنها با پوشیدن لباس‌های بنام با آدابانه‌شان راست نمیگیرد. لباس‌های بیگانه که تماما با ملت ما خلق تاجیک با او رو آورده است و با ملت ما تماما نمیزیبد. این سطر هم یکی از همان لباس‌های هست که تماما با ملت ما خاص نیست. این ملت باید ما دوست بداریم، این ملت باید ما خیانت نکنیم. خاک در سر او حزبیایی که نعوذ بالله تا حاضر رنگ سگ میجکن ای دور مردم وطن ما را چیکار میکنن؟ یعنی نعوذ بالله سیاه میکنن، خودشان سیاهن و خودشان سیاهن. ما ملت زیبا داریم، ما پادشاه داریم الحمدلله، ما وطن داریم، ما قانون داریم، ما مرز داریم، ما الحمدلله. با او رنگ اوی و یا او میکنن. بدبخت لعنتی الله سری تو نمیشه که تلبیس ابلیس میکنی؟ پیغمبر سری تو مردم لعنت فرستاده. تو ملا چطور دعوت میدی؟ با یک فتوای غلطی تو مردم امو کار انجام میده. انشالله جای جهنم است. ابلیس بلعمی با عرا جور شده ای به خاطر که تو باز به خاطر که موتر بر داده شبکه مجوز اون لحظه که در برای پوشیدن لباس جناب عالی نهایت معقول دانستن ممالک‌های خارجی طرز لباس پوشی ما رو اعتراف نکنند، ما مگر ضرور میدونیم که اون طرز لباس پوشیدن اونها رو از قبیل لباس‌های سطر پوشی، حجاب پوشی رو مورد دقت خود قرار دهیم. در داخل همین سامان شود البته کی پیشنهاد کرده؟ جناب چی پیشنهاد کردن؟ که دیگر در حدود تاجیکستان چنین لباس پوشی محدود کرده شود. شما تمام دخترها را فهمانین، اونایی که حجاب به سر میکنن به زنوای میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان. سخنهای حکیمانه که شما گفتید برای ما دستورالعمل است. کسی که دین آبایی خدا تعظیم میکنه علیه اسلام مسلمان است یا کافر است. کسی که دین آبا و اجداد خدا سر نظام اسلام و دین اسلام ترجیح میده، عنعنات و رسومات از او را عملی میکنه و مکمل در اسلام داخل نیست، بلکه او از اسلام خارج است. خود تو ملا برش عورتش پټ کرده ای فتوا داده رایستی. انشالله خاتمه به حالت خراب است. حرام است. ما مردم تاجیکستان باید شکرانه کنیم در گیردی سردار منجم شده، وطن را آباد کرده و همیشه سربلند باشه. نکوب پشت پل نرو، پشت موتر نرو، دین تماکن میگی پیش الله قدر و عزت پیدا کو. درست تو پاچای کلی دنیا شوی چی برات حاصل است؟ چی میکنی سر کل دنیا؟ جناب بلدنگ جور کو، عقیده تا حفاظت کو، دین تا حفاظت کو، پیش الله جوابگوی شو، پیش الله قدر و قیمت پیدا کو. این همه پدیده های نامطلوب ما مردم کوهستان مچو محکوم میکنن. ما انشالله زیر سیاسی خردمندانه و عدالت پیشه و رعیت پرورانی شما همیشه شکرگزاری همین دولت و همین مملکت و همین نعمت می باشیم. سلامت باشه بابای داماد. نکو علما را من میگم، امو علمایی که همیشه در دربارای امچو تاغوتا در سفرهشان نشسته نانشان خورده فتوای خلاف دینه ارائه کرده. روز محشر محضر پروردگار، عده‌ای شاد و گروهی شرمسار، عده‌ای در سایه عرش خدا، در کنار حوض نزد مصطفی، عده‌ای از معصیت غرق عرق،
تشنه و بی جان و سست و بی رمق انتظار نامه پایان کار مرد و زن از حول محشر بیقرار دیده هاشان خیره بر لوح حساب حسرت و افسوس و ترس و اضطراب حسرت ایام و ساعتی که رفت شیشه عمری که در غفلت شکست شیشه عمری که در غفلت شکست ترس از رسوا شدن نزد خدا اضطراب از سختی روز جزا غصه اعمال پنهانی و زشت گه نظر بر دوزخ و گه بر بهشت ناله و فریاد یارم ارجعون هوشیاری بعد از عمری جنون خالق و دادار گیتی خشمگین بر طغات و سرکشان و مجرمین بر طغات و سرکشان و مجرمین بر دهان مهر خموشی زد اله دست و پا بر معصیت ها من گواه مادر و فرزند از هم در گریز سرکشان خارند و مسکینان عزیز ای خدا از کوتاهیمان در گذر غرق عصیانیم از پا تا به سر دستمان گیر ای خدای کائنات تا نلغزد پایمان روی صراط